سلام، حالتون چطوره؟ به ویدیوی دوم من خوش اومدین. امروز میخوام درباره تغییر شخصیت حرف بزنم. تا حالا به این فکر کردین شخصیت دقیقاً یعنی چی؟ مثلا چرا میگن اگه بخوای زندگی تو تغییر بدی باید شخصیت تو تغییر بدی؟ امروز میخوام درباره یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های خودسازی صحبت کنم. این حرفم بر اساس کتاب جو دیسپنزا عادت‌های کهنه‌شه. اول بیایم براتون شخصیت رو تعریف کنم. شخصیت تو مجموعه‌ای از افکار، احساسات و رفتار تکراری. دقیقاً همون چیزی که باعث میشه تو هر روز شبیه دیروزت باشه. وقتی یک فکر رو تکرار می‌کنی، اون فکر تبدیل میشه به یک احساس. مثلا اگر زیاد فکر می‌کنی من خوب نیستم، کم کم احساس بی‌ارزشی می‌کنی. اون احساسات باعث میشه رفتارهایی نشون بدی که تو را در همون چرخه نگه می‌داره و این میشه شخصیت. یعنی تو ناخودآگاه داری خودت رو همونطوری نگه می‌داری. براتون یه مثال بزنم. وقتی کودکی تو یاد نداری بند کفشتو ببندی یا مثلا یاد نداری تنهایی بری دستشویی تا اینکه مامانت یا بابات میاد این قضیه رو بهت یاد میده و تو هی تکرار تمرین میکنی و اون میشه جزئی از یادگیری‌هات، میره جزئی از شخصیتت میشه که تو میتونی فلان کار انجام بدی. مثلا میری کلاس نقاشی، کلی نقاشی کشیدن تمرین میکنی، امتحان میکنی و نقاشی کردن جزئی از شخصیت تو میشه. وقتی ما کوچیکیم معمولا این سری کارا رو خودمون تنهایی یاد نداریم، تا انجامش میدیم، یه تکرارش میکنیم، تمرینش میکنیم تا میره جزئی از خودمون، وجودمون میشه. حالا چرا گیر میکنیم؟ چون ذهن و بدن ما به یک سبک زندگی خاص عادت میکنیم. عادت کردن به استرس، به ناامیدی، به حس قربانی بودن یا اصلا برعکسش به حس عشق. واقعا سخته که از این حالت بیای بیرون، چون حتی اگر شرایط بیرونی هم بهتر شه تو هنوز با همون ذهن و احساسات قدیمی بهش نگاه میکنی. دکتر جو دیسپنزا میگه تو نمیتونی با همون ذهنی که مشکلاتت رو ساختی مشکلاتت رو حل کنی. خب این حرف خیلی درستیه. تو مثلا به خودت احساس بی‌ارزش بودن بگی که من نمیتونم، من کافی نیستم، من زیبا نیستم، من نمیتونم درست حرف بزنم. از یه سری چیزها میای خودتو میگیری، جلو خودتو میگیری، میترسی در مقابلش و کنارگیری میکنی. اینا میره عادت میشه و میشه جز شخصیتت. و حالا با این ذهن در به داغون محدودی که ساختی نمیتونی اینو درستش کنی دیگه. باید بیای تغییرش بدی، بری مثلا یه سری کتاب‌های بخونی که چجوری من این روش رو باید تغییر بدم، چجوری باید این روش رو عوض کنم، یا مثلا با آدمایی صحبت کنی که مثبت اندیشن، قبل تو مثلا این کار انجام دادن و به یک موفقیتی توش رسیدن. و ذهن ما بر اساس دقیقاً خاطرات گذشتمون میاد تصمیم گیری های جدید رو میکنه. پس تو باید یه سری داده های جدید بهش بدی که بتونی این قضیه رو تغییرش بدی. اگر با همون داده های قدیمی باشه، همون کارهای قدیمی که یاد داره رو انجام میده، عوضش نمیتونه بکنه. خب حالا چطور شخصیتمون رو تغییر بدیم؟ آگاهی از خود قدیمی. اول باید ببینید چه الگوهایی تو زندگی تکرار میشن، چه فکرهای مدام به ذهن میاد، چه احساسایی همیشه باید هستن. مثلا این که الگوی تکراری زندگی اینه که همیشه مثلا تا سر صبح میخوابی، یا پرپری میکنی، یا تلویزیون زیاد نگاه میکنی. اینا رو باید بشناسه، الگوهایی که داری از صبح تا شب مثلا تو هفته بنویسی این کارا رو، چه کارایی تو کل روز انجام میدم، چون این کاری که انجام میدی یک شخصیت تو ساخته دیگه. بعد به خودت فکر کن که چه فکرای مدام به ذهنم میاد. مثلا به خودت میگی من کافی نیستم برای این کار، من نمیتونم، من نمیتونم برم جلو، نمیتونم تغییرش بدم. خب این افکاراتو باید بشناسی، ببینی داری چجوری فکر میکنی که بتونی مچ خودتو به موقع بگیری. چه احساساتی همیشه باید هستن، همیشه افسردگی، همیشه ناراحتی، همیشه غمگینی، حس بی‌کفایتی میکنی، حس تنهایی میکنی، ترس از شکست داری. این مرحله ممکنه سخت باشه، تلخ باشه، چون باید با خودت صادق باشی. اما این تلخی مثل داروی، راه درمان از همینجا شروع میشه. یکی از روش‌هایی که جو دیسپنزا معرفی میکنه مدیتیشنه، برای جدا شدن از گذشته است. دیسپنزا میگه باید از خود فعلی جدا بشی، یعنی از افکاری که همیشه باهاش زندگی کردی.
تو مدیتیشن تمرکزت رو میبری روی لحظه حال، روی نفس کشیدن تا ذهن ساکت بشه. تو این فضا تو دیگه اون آدم خسته، نگران یا شکست خورده نیستی. تو هیچ کس هستی و وقتی هیچ کس باشی میتونی هر کسی باشی. یعنی اینقدر ذهنتو خالی کنی که اون شخصیت قبلی تو فراموش کنی، بذاری کنار و به هیچ کس تبدیل شی. یعنی که من هیچ کدوم از این چیزایی که بهم چسبوندن، هیچ کدوم از برچسبایی که گرفتم، اینها من نیستم و میخوام یک زندگی جدیدی بسازم، یک تغییر جدیدی بکنم. خب پس باید به هیچ کس تبدیل بشی که بدونی بعدش میخوای به چی تبدیل بشی، چون فردی بشی. ساختن خود جدید از طریق تجسم و احساس. اینجا جادوی واقعی شروع میشه. باید آینده‌ای که میخوای رو با تمام وجودت حس کنی، نه فقط ببینی و حسش کنی. مثلا من یکی از مثالی که خودم میزنم همیشه اینه که مثلا یه کلاس زبان یه سری تمرین بهت میدن، بعد تو برای رفع تکلیف میری یه تمرینا رو حل میکنی، یا چت جی پی تی کمک میگیری، همه رو انجام میدی و سری و همش میاری خب میذاریش کنار. منظور اینجا این نیست. یعنی اینکه شما اون چیزی که تجسم میکنی باید حسش کنی، باید از تمام ته دلت بخواد که همچین چیزی برات اتفاق بیفته بشه. مثلا من سر جریان مو از ته دلم خواستم که موم در بیاد، از ته دلم خواستم که این تغییره برای من به وجود بیاد. خب پس من مچ خودم رو تو احساسات عجیب غریب گرفتم، بودم تو کافی موری، ولی تو ارزشمندی. این فکرایی که میکنی بی ارزشی، ناکافی، فایده نداره، به دردت نمیخوره. پس تو کافی. اینجا مثالش برای اعتماد به نفسه. مثلا اگر بخوای اعتماد به نفس داشته باشی، تصور کن جلوی یک جمع ایستادی با لبخند، با صدای بلند و انرژی قوی. حس قدرت توی سینه داره میلرزه، انگار همه چیز ممکنه. اون حس رو بیار تو بدنت همین حالا. این لحظه جاییه که داری آیندت رو در حال حاضر خلق میکنی. پس تو یک سری تصورات از اون خود آیندت داری، بعد بهش بکنی که خب چه چیزایی شبیه به اونه، چه چیزایی باعث میشه که من شبیه اون آدم بشم. اون حس رو بیاری بالا و واقعا در همون لحظه حال اونو تجربهش کنی، اونو حسش کنی. تکرار تا تغییر شکل بگیره. این فرایند باید هر روز انجام بشه، چون شخصیت قدیمی با تکرار ساخته شده. با تکرار تو به خودت گفتی ناکافیم، بی‌ارزشم. اگر میخوای شخصیت جدید داشته باشی، باید این فرایند رو هر روز انجام بدی تا شخصیت جدیدت با تکرار ساخته بشه. هر روز صبح یا شب چند دقیقه بشین، چشماتو ببند، خود جدیدت رو تصور کن. نه فقط تصور کردن عادی ها. بهتون گفتم یعنی چی؟ یعنی واقعا اون لحظه زندگی کنی، واقعا بگی من اینو از ته دلم میخوام، از ته دلم میخوام که فلان چیز بشه، فلان حسا رو خواهم داشت در آینده که این چیزا برام به وجود اومد. احساسی که باید تجربه کنی. شاید بگی ولی من الان احساس خوبی ندارم، چطور وانمود کنم؟ پاسخ جو دیسپنزا اینه: تو وانمود نمی‌کنی، تو انتخاب می‌کنی که احساس جدیدی را تجربه کنی، حتی اگر دلیل بیرونی نداشته باشی. تو انتخاب می‌کنی که شاد باشی، آرامش داشته باشی، عاشق خودت باشی، ایمان به آینده را همین حالا توی قلبت حس کن. و وقتی بدنت به این احساس عادت کرد، جهان بیرونی هم باش هماهنگ میشه. ببین یه تمرین ساده برای امروز میده. شما میرین یک جای ساکت میشینین، 3 نفس عمیق میکشین، فکر میکنی به خود جدیدی که میخوای، اون رو با تمام وجودت تصور کنی، حس کن که واقعا همون آدمی. و به خودت بگو من دیگه اون آدم قبلی نیستم. روشی که من انجام میدم اینه که آرزوامو مینویسم که تشویقم کنه که برم به سمت اونا رو دنبال کنم. چه هدفی از زندگی میخوام، قشنگ واضح چه چیزایی میخوام، چه کارا میخوام انجام بدم، چه حسی رو تجربه کنم. بعد میری دنبال یه سری آدما میگردی که قبل از تو به این موفقیت رسیدن و این آرزو مثل آب خوردن براشون. خب میری ببینی اونا چه کارا انجام میدن، چه کاری انجام میده که همچین وضعیتی داره، چه تغییری در خودش به وجود آورده که چه کاری انجام داده، چه احساسایی کرده، چه جوری رفتار کرده. اونها رو با خودت تمرین رو تکرار کن. بعد کاری که دیگه من میکنم اینه که هر شب 2 دقیقه
با خودم میگم اون آدمه چه حسی به خودش داره، چه جوری راه میره، چه کار میکنه، چه اعتماد به نفسی داره. باز روز بعد این با خودم میگم این آدمه چه جوری از خواب پا میشه، چه کارهایی بعد از خوابش انجام میده. و هر کاری که خلاف اون آدم انجام میدم و دیگه انجام نمیدم. من خودم میگم مروری تو فلان کار نباید بکن، مروری تو باید خودتو از این روش خلاص کنی و روش جدید تو انتخاب کنی. اینقدر این کار تکرار میکنی تو به یه روتینی برات تبدیل شه و وقتی به این روتین تبدیل شد تو در بیرون از خودت، یعنی در جهان بیرون، یه سری الارما رو، یه سری هشدارا رو به دست میاری. مثل اینه که مثلا تو میخوای ماشین بخری، بعد از روز بعدی که تصمیم گرفتی ماشین رو بخری تو خیابون میگه فلانی هم ماشین، اینجا هم ماشین این رنگیشه، این رنگ چقدر این ماشینا زیاد شده و بعد متمایز میشه این قضیه که خب این ماشین اصلا زیاده ولی تا قبلش تو نمیدیدیش، تا قبلش اصلا نمیتونستی تصورش کنی چون اصلا انتخابش نکرده. اینجا مهم اینه که تو انتخابش کنی. خب برای جنبندی میخوام برای جنبندی اینا رو براتون بخونم. رفتارهای تکراری به اضافه احساسات، افکار میشه شخصیت. تغییر از درون ما شروع میشه. باید گذشته رو رها کنیم، یعنی اول باید بشناسیش، بعد اون گذشته رو فلش کنیم، بریم مچ خودت رو بگیریم، از چیزای جدید رو امتحان کنیم. با مدیتیشن و تجسم خود جدیدت رو بسازیم. احساس آیندت رو همین حالا تجربه کنیم، یعنی بریم ببینی آدمای موفق کجاین که اون چیزی که تو می‌خوای رو به دست آوردن، چجوری به دست آوردن، چه شکلیه روتینشون چجوریه، تو هم سعی کنی اون تمرین رو انجام بدی، احساسش کنی، تجربهش کنی و هر روز این قضیه رو برای خودت تمرین رو تکرار کن. اگه این صحبت ها براتون الهام بخش بوده لطفا لایک کنین، سابسکرایب کنین، یادتون نره تمرین‌های جو دیسپنسا رو عمیق انجام بدین و برام کامنت بذارین. یادت نره جهانت همونقدر تغییر میکنه که خودت تغییر میکنی، پس از درون شروع کن، همون جایی که جادوی واقعی اتفاق میفته. خداحافظ.